اینجا میخواد یک دیوار قوسی اجرا بشه. از کنج این دیوار شروع میشه میاد تا لبه این پله. حالا اینم مرکز کار رو در میاریم، از چاکلانش انداختیم و حالا من یک نبشی مرکز کار اینجوری پیش کردیم. از جایی که میخواد دیوارش شروع بشه اینجا شروع کردیم به خط کشیدن به این صورت. قبل اینکه خطتون رو بکشید یک چک بکنید که ببینید از اون جایی که میخواید کار کنید یا اون جایی که مد نظرتونه قطع میکنه یا نه. ببین سازی کشی این دیوارم به این صورت شد. نمای پشتش هم براتون بگیرم. اینم دیوار کروی که اینجا اجرا کردیم. پایینشو پانل امار دادیم برای بحث رطوبت و اینجور مسائل، شستشو. تصویر زیاد مشخص نیست که چطوری شده.